یک امام داریم استاد، یک بار برای همون سوالتون دادیم. مقصد در وقت دعا کردنش بعد نماز صلوات میخونه، بعد صلواتش در مقصد حاجت برار محمد گفته، مشکل کشا محمد گفته از قفای همین خیلی امام نماز خوندن ممکنه؟ نه، حاجت برار محمد صلی الله علیه وسلم نیستن. محمد صلی الله علیه وسلم بهترین پیغمبرها، بهترین خلق الله سبحانه و تعالی هستند، لیکن از مرتبه خودشون به مرتبه الله تعالی برآورده نمیشد. عموما وقتی که به سری بنده بلا می آید، مصیبت می آید، یگانه ذاتی که بلا را از سری بنده دور میکند این الله سبحانه و تعالی هست. پیامبر صلی الله علیه وسلم به فاطمه بنت محمد دخترشان گفتند که یا فاطمه سلینی من مالی ما شئتی لا اغنی عنک من الله شیئا. ای فاطمه از مالم بپرس چقدر میخواهی، لیکن روز قیامت از عذاب الله تعالی تو رو به حاجت کرده نمیتوانم. حتی به عمشان هم خطاب کردند ای فلانی عمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلینی من مالی ما شئتی، از مالم چقدر میخواهی بپرس روز قیامت لا اغنی عنک من الله شیئا. روز قیامت ما تو چیزی رو از حاجتات به حاجت کرده نمیتونم. از عذاب اگر رفت و حکمی به دوزخ شد من یاری کرده نمیتونم. و یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. اگر بر سرت ضرر بیارد الله تعالی، یعنی بی خواست الله تعالی نمیشد. وقتی که مصیبت آمد به سرت، ضرر آمد، فلا کاشف له الا هو، یگان کس اون مصیبت از سر تو دور کرده نمیتوند غیر الله. غیر رسول الله یا غیر الله و رسول نگفت، غیر الله. فلا کاشف له الا هو، فقط الله تعالی میتونه اون مصیبت از شما دور کند، اون بلا را از شما دور کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم حاجت برار نیستند، بله زمانی که زنده بودند، بله سنتی پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما راه راست نشان داده است. یگان راه خیر نموند مگر ما را دلالت کردند، یگان بدی نموند مگر ما را تحذیر کنانیدند به این راه نروید برای شما ضرر دارد گفتند، به این راه روید برای شما فایده دارد گفتند. ولی این خیلی نه که حاجت خود را الان از روح پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرسیم یا از جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسیم انک میت و انهم میتون. تو میت هستی، یعنی تو وفات میکنی، مردم هم وفات میکنند و الله تعالی ذاتی که حی و قیوم است، زنده هست، وفات نمیکند. ما باید همیشه حاجت خود را از الله تعالی پرسیم. این دستور پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. این تعلیمات برای ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دادند که همیشه از الله تعالی بپرسیم، نه از پیغمبر صلی الله علیه وسلم. با وجود جلالت قدرشان و عالی بودن مرتبهشان، از مرتبه خودشان که رسول و پیغمبر هستند و مرتبه الله تعالی برآورده نمیشه. تشکر استاد. برای نمازخوانی مقصد عقبشون خونده میشه نماز یا نمیشه؟ نه، اگر همین اعتقاد کند که از مرده ها یاری پرسیده میشد، حاجت برار مرده ها هست گفته اعتقاد کند، نمیشد خونده. تشکر استاد، جزاک الله خیر. فهمیده میشد که مقصد باید ما فقط از الله تعالی یاری پرسیم، نه از مرده ها، نه از پیغمبران. ولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که زنده بودن اگر روی و مثلا گویی که یا رسول الله من کمتر قرضدار هستم یا مصیبت دارم، شاید یگان آدمی زکات دهنده را امر کنند که به شما زکات دهند، یا گویان که خیلی که بعضی آدم ها می اومد با بعضی مشکل ها می گفتن که بیست در نزد ما تا اون وقتی که به ما صدقه بیاید. اگر یگان آدم صدقه ش آورده ماند، بعد از اون صدقه امر میکردن که داده شود. لیکن یاری که مثلا اون فقط الله با اون کار قدرت دارد، این چیز از مخلوق پرسیده نمیشد، علاوه خصوص از مخلوقی که از دنیا گذشته است.